لحظه های حساس، فرصت های مناسب. بیاید یک جای مخلصی میکنیم این چهره رو، این ورزشگری آینده‌دار کشور رو. نوابسته از نتیجه ما با این پهلوان امیدبخش کشور احسن میگوییم. اولین بار ورزشگر 19 ساله تاجیک شهباز سعید ابراروف در این مسابقات با نفوذ شرکت ورزید. و ببینید که به مرحله 4 نهایی راه یافت ورزشگر آذربایجان هم. حالا کرامت حسینوف خیلی رجوع میکنه. 2-3مین بار است که این باری خیلی هم خوب دفاع کرده، خیلی خوب دفاع کرد حسینوف. سلسله حمله هایش رو باز هم دوچند میکند. این ورزشگر در 38 مسابقات سطحی با نفوذ شرکت ورزیده است و جوان سفید پوش تاجیک باری اول ورزشگر 19 ساله ما به این مسابقات راه یافت و حالا در مرحله 4 نهایی قرار دارد. احسنش میگوییم. مهم البته برای هر یک تماشاچی، برای تمام مردم تاجیکستان اینجا هم افتخار بودن از وطن و از میهن و از ملت که در این جریان هم باز شهباز میتواند که دیگر باره حالا باید به ورزشگری خلعت کبود داشته کرامت حسینوف شیدادی حداور. این ترتیبه که چگونه باز هم اشاره به خود سعید ابراروف کردن، کشالت دادن حالتی باز هم افتیدن زمین رو، چون در این مورد که توجه کردیم اما باز هم اشتباه اینجا باز هم مد نظر داوران هم بود. پهلوانی آذربایجانی ببینید که چی گونه حرکتی خوبی ورزشگری ما برای دریافت فرصت مناسب پرتری است. بسیار هم 2 دقیقه را اکنون خوب سپری کرد. حالا اکنون احتیاطکارانه باید مبارزه برد. بسیار هم از جهت کسبیت کرامت فرق میکند براستی و در خصوص کم تجربگی سعید ابراروف گفتیم که واقعا این چهره در آینده میتواند توسط شرکت در چنین مسابقه ها باز هم به هنر خود تقویت بخشد. به هر دو شیدا دادن، اما اینجا ورزشگری ما وضعش از حساب همان برگه های زرد خوب نیست. باید اشتباه نکند دیگر باره. ورزشگری آذربایجان باز اصول سر کتف را چند دفعه استفاده کرد، اما این حالت هم باز بر روندی همان عمل کردی پهلوانی آذربایجان خوشبختانه یگان تأثیری خوب هم رسانیدن نتوانست. شهباز برای ما نفر موفق است. بگذار هرچی باد و باد، همان با اصطلاحی که هست. براستی خوب گوشین گرفت. راستی در جمع آمد مربیان و در همایش پهلوانان که اگر حضور داشته باشیم میگفتند که باری اول اندکی به وزری هم تکیه داشت، اما دو دیلگی خود داور رو هم به میان آورد و بگذار چنین باشد و اینجا مشورت میخواهد. فکر میکنم داوری بالای گلیم بگذار مشورتش هم برای ما مهم نیست. مهم اون است که سبقت جریان گیرد و جوان 19 ساله تاجیک باز هم شاید تواند دریافت. خیلی هم حرکتی خوبه، خیلی نزدیک، خیلی مسئولیت، جدیت، حرکتی سری وقتی. اکنون این از همان استعداد فوق‌العاده کرامت وابستگی داشت که خود را دفاع کرد و از این ورتر رها یافت. بسیار هم با سرعت، بسیار هم سطح استفاده و عموما درجه استفاده همین اصول از جانب سفید پوش 19 ساله تاجیک واقعا خوب بود.
این رو باید اقرار شد. سعید ابرارов دوباره باز حرکت میکند، همون کار را به تکرار منظور کند. یک حرکت نماینده آذربایجان همینجا ثمرآور نیست. کار شاید به امتیاز طلایی رفته رسد. به وقت اضافه رقابت ادامه می‌یابد. دقیقه های خیلی حساس رو پشت سر کرد و ثانیه های حسابی باقی موند تا به خاتمه وقتی اساسی و بعداً ما امیدواریم که کار باز به همان امتیاز طلایی رفته میرسد. شهباز سعید ابرارov رجوع میکند برای عمل سرکیت، اما این مراتب کرامت حسینوف خوب میداند که این سمت کاملا برایش خوف و خطر ایجاد میکند. با همین خاطر نیمه چپ را اختیار میکند. رقابت ببینید که چگونه حالت خیلی با سرعت و غیر مقرری، تابش، دورگردی، حتی اینجا هم میتواند که زود از ورزشگر امتیاز عالی رو هم ستاند. اما در این روند واقعا شهباز خود را دفاع کرد. شهباز مبارزه میبرد، باید حرکت کند در این مورد که بگذار شیدو هم باشد در اینجا. چرا نه؟ حرکتی که اینجا پیش نظر می آید، باز یک حرکتی، یک کوشش دیگری شهباز سعید ابرارov در این جریان لازم است. اگر شهباز این حرکت ها رو باز یک عمل کردی، کرامت هم خوشبختانه به نتیجه خاتمه می یابد. بسیار پرشدت، بسیار جالب و واقعا حسن. نوابسته از نتیجه براسی همان حلاوتی نیروسنجی و مسئولیت جدی جوان 19 ساله خیلی خوب به نظر می رسد و زاده ناحیه تیمور ملک و پهلوانی که این منطقه هم منطقه پهلوان آفر است و رؤوف حکومت و بیشتر با این ورزشگر. این حالت چرا شید و به همون پهلوان آذربایجان در این صورت باید که چنین باشد. برابری هر دو هم دو شیدا دارند و واقعا باز هم شهباز سعید ابرارov اندک حرکت خیلی بهتره. کجا داشتنی سری آستینی دستی چپ را جوان 19 ساله تاجیک اندک به گوشه غفلت برده. خیلی خوب، بسیار رقابت جالب. نیروسنجی برای راحت به مرحله نیمه نهایی است. پهلوان ما اندک افضلی متانت را نشان داد در این روند. کمربند را در این لحظه هم داشتن. خیلی مقولای است. دوباره هم باز رجوع میکند. لاقل کیچ اندک دیگر باقی مانده است برای تکیه به حالت تخت پوش بودنش. رجوع به حالت تخت پوش داشتنش الکی وزاری است. شهباز این رو میداند رقابت که اندر باز اندک هم خوفناک بود. این کار را دورگردی غیر چشم داشتی کرامت را باری سیوم است میبینیم. دقیقه دوم وقت اضافه. احسن و آفرین به جوان سفید پوش 19 ساله تاجیک. باز این باری سیوم، اما این مراتب هم از این پهلوان ما ورزشگری صاحب تجربه آذربایجان امتیاز نمیستاند. اما باز هم بسیار هم تعصب، بسیار هم حالت نگران کننده، بسیار هم اندک از حسابی کم تجربه، نه از قوه، نه از تاکتیکا، نه از تکنیکا، نه از آن امیدواری ها باوری بخش بودن با خود و میدانداری کردن در مسابقات گرند اسلم، نه از این.